الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را که در ماه شریف شعبان واقع شده ایستاده است، از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ مسئلت آن را دارم که پروردگار این سعی تلاش های ما، این مهر و محبت ما از برای انجام دادن عبادت خدا و این مهر و محبت ما به خاطر شنیدن کلام خدا و پند اندرز رسول الله صلی الله علیه و سلم را فردا روز قیامت توشه آخرت ما گرداند. آمین. در حق مشرکا، در حق کفار دعا کردن، دعای استغفار و دعای رحمت خدا کفر است. بچه هشتونا دستر تو بگیری. من یاد دارم که یک زمان عازم کلوب شهر بدیم، چی معرکه بود، در راه می رفتیم که تلفن شد از ناحیه لیلین، از ناحیه رودکی. یک کس اومده است برادرش نصرانی شده بوده، همون نصرانی مرد است. برای تردد جنازه که چیکار کنیم؟ گوش که گفتم برادر، جنازش اوسو بسته، اگر چند برادرت است، اگر بگوی که خداوند رحمتش کن، نعوذ بالله کافر بشه. تو چی فکر داری؟ کدام جنازه؟ جنازه را برای مسلمان میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ابو طالب عمکش مرد گفت یا ابو طالب، تا زمانی که خداوند منعم نکنه در حق طلب استغفار میکنم که خداوند گناهاش را بیامرز، مغفرت کن. همون زمان خداوند آیه نازل کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. صدق الله العظیم. خداوند متعال بیان میکند که پیغمبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمانان حقوق ندارند که طلب استغفار مشرک ها را کنند، اگر چند خیش اقرباشون باشند، اگر چند پدر و مادرشون باشند. وقتی که آشکار شد خداوند حکم مشرک برآورده است که او اصحاب جحیم است، او دوزخی است، دیگر رحمت در حق او چی معنی داره؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند نهی کرد، منعش کرد از اینکه طلب استغفار از برای عمکش ابو طالب کند. ما انشاءالله اما حدیثی بسیار مکملی که از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه امام مسلم روایت کرده است و در او حدیث حضرت جبرئیل امین علیه السلام به صورت یک اعرابی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده و از بعض مسائل عمده، مسائلی که اصل اسلام تشکیل میکنند، اصول دین مبین ما را تشکیل میکنند، سوال کرده و پاسخ گرفته بودند. در اطراف همون حدیث صحبت کرده ایستاده ایم. 3 جمعه علاقه صحبت شد. اکی انشاءالله از این هفته شروع میکنیم با پاسخهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جبرئیل امین داد. یادتان باشد هفته اول درباره سرلباس زیبا و آزاده پوشیدن مسلمان صحبت داشتیم. هفته دیگه درباره آداب و اخلاق صحبت کردیم. هفته سوم درباره آداب و طریق سوال کردن، پاسخ شنیدن و کم حرف زدن و لقیگی نکردن، اگر دغل کرده گوییم صحبت داشتیم.
خب انشالله امروز شروع میکنیم با پاسخ سوال هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت جبرئیل کردند. گفتیم حضرت جبرئیل امین در صورت یک اعرابی با لباس های بسیار زیبا و آزاده با موی سری به نهایت سیاه و شانه زده نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست با هزار ادب و احترام و گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. ای حبیب خدا گفت از اسلام مرا خبر کن که اسلام چیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. گفت اسلام از 5 اصل عبارت است. اولا کلمه شهادت به زبان راندن و به قلب استوار داشتن که نیست معبود مگر الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم رسولی بر حق فرستاده بر حق آن خدای بزرگ است. دوم 5 نماز ادا کردن. سوم زکات مال دادن اگر شخص مالش به نصاب زکات رسیده باشد. چهارم روزه ماه شریف رمضان 1 ماه داشتن. و نهایت 5 طواف خانه خدا کردن از برای کسی که قدرت استطاعتی عمل داشته باشد، امکانیت داشته باشد. همه 5 چیز اصل اسلام هستند. ما میخوانیم اصول دین برادر 8 قسم است. من گفته بودم باز تاکید میکنم که اصول دین ما همه 5 قسم است بچه‌ها. اصول دین ما بین اسلام همه 5 چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیانش کرد. اول کلمه شهادت است. اصل ایمان کلمه شهادت است. هر کسی که این کلمه را به زبان راند در صورتی که با قلب استوار داشته باشد این شخص مؤمن و مسلمان است، هم نزد خدا و هم نزد بندگانش. کسی که این سخن به زبان راند اما در قلب استوار نکرده است یعنی شک شبهه داشته باشد در نزد مسلمانان حکم به اسلامش کرده می شود اما نزد خداوند او منافق است. منافق است یعنی باور ندارد، یقین ندارد مادام. خب امروز در اطراف کلمه شهادت با شما یک صحبت انشاءالله می‌آوریم که چه حکم دارد، چه برتری و چه فضیلت، چه بزرگی در زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نهفته است. از حضرت عبدالله ابن عباس روایت است، امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین این حدیث آورده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکند که صحیح است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عر الاسلام و قواعد الدین ثلاثه علیهن اسس الاسلام. خلاصه دین ما بین اسلام، پوست کنده دین ما بین اسلام و قاعده های این دین قویم 3 چیز است. 3 چیز است که اسلام عزیز در بالای همین 3 پایه بنا نهاده شده است. این در زمان بود که حالی روزه ماه شریف، در زمان بود که حالی زکات مال و حج خانه خدا فرض نگشته بود. از همین خاطر پیغمبر 3 تا گفت من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. هر کسی که از همین اصلهای 3 یکیش ترک میکند قصدن یعنی که فرضیت چه قبول ندارد این شخص کافر میشود، از اسلام خارج میشود و خون او هدر است. مثل مرتدها، مثل کفار، مثل مسلمانایی که بیدین شدیان.
شهادت الله اله الا الله و الصلاة المکتوبه و صوم رمضان. همون سه چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرد. اول کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. دوم نماز فرضی، یعنی همین 5 نماز فرضیه که در ذمه ما و شما در یک شبانه روز خداوند متعال فرض گردانده است. و نهایت سوم روزه ماه شریف رمضان که انشالله انقریب می آید، کم مانده است، شاید 1-2 هفته دیگر مانده باشد تا ماه شریف رمضان. هر کسی که یکی از همین اصلهای سگانه را ترک میکند، پس این شخص از اسلام خارج می شود، کافر می شود و خونش هدر است. هر کسی که فرضیت نماز قبول ندارد او مؤمن نیست، کافر است. هر کسی که فرضیت ماه شریف رمضان قبول ندارد یا ادعا میکند که خوردن روزه باکی ندارد، نعوذ بالله او کافر است. هر کسی که کلمه شهادت قبول نداشته باشد او به طریق اولا کافر مرتد است. ببینید حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیثی که امام بخاری روایت کرده است: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا الله اله الا الله. من مأمور شدم از جانب پروردگار تا اینکه با مردم، با مشرکان مبارزه برم تا زمانی که لا اله الا الله نگویم. تا همون زمان مقاتله میکنم، با شمشیر با مشرکان مبارزه میبرم. فاذا قالوها و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبیحتنا فقط حرمت علینا دماؤهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله. اما وقتی که مردم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند، نماز ما را خواندند، قبله ما را قبله دانستند، قربانی های ما را قبول داشتند، پس این شخصان مسلمان هستند. خون اینها، مال اینها نزد تمام مسلمانان محترم هست، مگر به حقش. کسی را کشتی خلوت هدر می شود، صاحب قصاص خون طلب میکند، مگر به حقش و حسابشون از خدا است که اگر همین را صدقا کرده باشند انشاءالله اجر ثواب بزرگی هم میگیرند. اما اگر بر ریا کرده باشند، در میان مردم مسلمان حکم کرده میشوند، در صورتی که پیش خدای تعالی ایمانشو قبول نیست، اسلامشو قبول نیست و اون ریا عمل اونا را از ریشش بر میکند. ببینید در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث آمده است متفق علیه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: بنی الاسلام علی 5. اسلام بالای 5 پایه بزرگ بنا نهاده شده است. شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و الحج و صوم رمضان. همون 5 چیزی که من برای شما بیان کردم و الحمدلله خورد و بزرگی ما این 5 میدونند. مسلمانی مثال خانه ایدان. اگر ما مسلمانی کلمه طیبه و کلمه شهادت گیریم لا اله الا الله محمد رسول الله، همین حکم یک خانه را دارد که بنیادش بود بر 4 ارکان. این بینای زیبا در بالای 4 رکن گذاشته شده است. همان 4 رکن کزان دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. خب امروز موضوع ما فقط کلمه شهادت است. گردی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله انشاءالله صحبت خودمون میپردازیم که چه حکم دارد. امام ترمذی در جامع السنن خویش از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: افضل ذکر لا اله الا الله
و افضل الدعاء الحمدلله، بهترین ذکرها گفت لا اله الا الله است و بهترین دعاها الحمدلله، حمد خدا را به جا آوردن. امام ترمذی به اسناد حسن صحیح این حدیث روایت کرده است. در روایات صحیحه آمده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. بهترین سخنی که من گفتم و تمام پیغمبران قبل از من گفتند همین کلمه است، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. این بهترین و محبوب ترین کلمه است که خدای تعالی گفتن او را از بندگانش دوست می‌داره، شنیدن او را دوست می‌داره. پس کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله افضل اذکار است، بهترین کلمه است، محبوب ترین کلمه نزد پروردگار متعال است. لا اله الا الله. ببینید حضرت علامه اقبال لاهوری میفرماید نقطه ادوار عالم لا اله، انتهای هر دو عالم لا اله. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. دو عالم در گرد لا اله الا الله محمد رسول الله چرخ بزنند، هم دنیا و هم آخرت. هر دو عالم، هم دنیای فانی و هم دنیای باقی، در گرد یک محور، در گرد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله چرخ میزنه. تا زمانی که عصای لا اله الا الله محمد رسول الله در دستت استواره، ترا نه یک ساحر میتونه سحر کنه، نه یک در فند جادوگر میغلطی، حتی دجال با مکر و با فتنه هاش نمیتونه ترا از اسلام خارج کنه. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. سبحان الله. این لا اله الا الله این ایخل مرتبه و این ایخل منزلت ها داره. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار روایت کرد، حدیث یک عده از محدثان روایت کردن، از جمله امام احمد در مسندش با اسناد حسن ایرا آورده است که حضرت موسی علیه السلام روز پیش خدا التجا کرد، گفت یا ربی علمنی شیئا اذکرک به و ادعوک به. پروردگارا گفت مرا گفت چیز تعلیم ده که به همون ذکری تر کنم، پیش تو دعا کنم. حضرت خداوندی در جواب گفت یا موسی قل لا اله الا الله. ای موسی گفت لا اله الا الله کو. حضرت موسی گفت یا ربی کل عبادک یقول لا اله الا الله. پروردگارا گفت آقا همه بندگان همه لا اله الا الله میگن، همه عاجزا و بیچاره‌ها و خارکشا و نمیدونم آهنگرا و چوپانا همه لا اله الا الله میگن. مقصدش که یکان چیز دیگه هم تعلیم بده. باز حضرت خداوندی گفت قل لا اله الا الله. یا موسی گفت لا اله الا الله گفت. حضرت موسی گفت یا ربی انما اردت ان تخصنی بشیء. پروردگارا گفت آخه من پیغمبر ایت هستم، بنده برگزیده ایت هستم، از پیامبرای اولوالعزم هستم. من میخواهم که یک دعای مخصوص برای من تعلیم بدی که من ذکر تو و دعای تو را به او کنم. در جواب خداوند متعال گفت یا موسی لو ان السماوات سبع والارضین سبع فی کفة ولا اله الا الله فی کفة مالت بهم لا اله الا الله. یا موسی گفت از این کلمه بزرگتر نمیشود. اگر 7 آسمان و 7 زمین در یک پله ترازو مونی و لا اله الا الله را در پله دیگری ترازو، همین لا اله الا الله از 7 آسمان و 7 زمین وزنی تره.
پس شما میدونه که ما اهل کدام کلمه ایم؟ اهل لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمدلله. در خبر است میگویم فردا روز قیامت وقتی که خدای تعالی بنده هاش حشر میکند، یک بنده در حضورش خواهیم است، خداوند امر میکنه که اک نامه اعمالش کو بیارید. 99 کتاب میارن، 99 مجلد، هر یک جلدش از 1000 صحیفه زیاد داره، همه سر تا سر سیاه، همه گناه. از کرام الکاتبین همون ملائکه‌ای که از دست چپ میسته و گناه ها را می نویسه، 99 مجلد کتاب نوشته است گناه های بنده را. وقتی بنده او را میبیند در مصیبت میغلطه که پروردگارا من به این نجات نمییابم. 99 کتاب برو گرفتن در بالای ترازو موندن، هر کتابش زیاده از 1000 صحیفه داره. خداوند امر میکنه که کارای خیرش بیاره. یک کاغذه که خورده میارن برابری سری انگشت، انموله پیچوندگی میگیرن میکشاینش که نوشتگی است لا اله الا الله محمد رسول الله. خداوند امر میکنه که هم کاغذه که خورده در پله دیگری ترازو مونن، وقتی که میمونن 99 کتاب هم برداره. این است مرتبه و منزلت لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الایمان بضع و 70 شعبه و فی روایت بضع و 60 شعبه. ایمان گفت 75 شاخه دارد. این روایت امام مسلم است. در یک روایت دیگر از امام مسلم و در روایت بخاری اومده است که ایمان 60 چند شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بزرگترین شاخه ایمان، اصل ایمان لا اله الا الله است و خردترین شاخه حقش دور کردن چیزی که اذیت میته مردم از سر راه، خواه شیشه باشه و خواه سنگ، خواه خار. والحیاء شعبة من الایمان. همه حیا هم یک گوشه ایمان است، یک شاخه ایمان است. اما بزرگترین درجه شو ببینه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله است. لا اله نیست معبوده مگر الله. در دنیا غیر الله هیچ معبود دیگری نیست. عارفای ربانی اهل طریقت میگن در دنیا غیر خدا کسی و چیزی نیست. معنی لا اله الا الله ای است، در عالم هستی غیر خدا کسی نیست. یک شاعری بسیار بزرگ گذشته است با نام امیر خسرو دهلوی، شنیده ای نام شد؟ گمان میکنم شنیده ای. بسیار عالم، بسیار شاعری قوی بود. یک بیت دارد، شاه بیت. یه همچون معما گفته می شود برای مردم تا اینکه معنیش شرح بدن که چی معنی داره. متاسفانه ما فقط پشت تلمیحات میرزا عبدالقادر بیدیل میدویم، در صورتی که همه شاعرها بعضی معماها دارن با کلمات ساده و آسان بیان کردن، نه که عقل فراست لازم که به عمق او برسی. امیر خسرو دهلوی میگوید زی دریای شهادت چون نهنگی لا برآرد سر، تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش. چی کلمش نفهموند؟ زی دریای شهادت چون نهنگی لا برآرد سر، تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش. همیش کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله میگه یک بحره و این بحر نهنگ ها داره و بزرگترین نهنگ این دریا کلمه لا ای. لا را دیده دهش بوزه، به عربی اگر لا بنویسه همیشه دهش کشوده ای. آن همین نهنگ لا وقتی در دریای شهادت میگه سرش میبره و دهنش آواز میکنه که در روز طوفان به حضرت نوح علیه السلام تیمم فرض می شود. تیمم طهارت خاکی را میگن.
در روزی که تمام دنیا را آب فرا گرفته است، تمام دنیا را در یگان جا دیگه خاک نیست، بر نوح علیه السلام تیمم فرض می شود. مقصد که همون نهنگ لا اله الا الله تمام بنده ها را با غرور و تکبرش در خود فرو میبره. شخص اگر عاقل با عقل و فراست باشه، وقتی که لا اله الا الله میخونه که باید خاک زمین شود، نیست معبود مگر خدا. وقتی در میان گپ خدا اومد، آخه انسان خودش چی است، علمش چی است، مرتبه و منزلت او چی است که من بگم. از همین خاطر میگن لا هو فی الوجود الا هو، در عالم وجود هستی غیر او، غیر خدا کسی و چیزی نیست. معنی انمو وحدت وجود همی است. و اشخاص بزرگوار به همین بیت امیر خسرو دهلوی جوابها گفتیند.